اثر ماندلا چیست؟ چرا ذهن آگاهی ما را فریب می‌دهد؟ آیا تا به حال پیش آمده که مطمئن باشید چیزی را در سست به یاد دارید، اما وقتی به حقیقت نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید که اشتباه کرده اید؟ مثلا شاید همیشه فکر می‌کردید که یک جمله معروف را شنیده اید، اما وقتی فیلمی یا کتاب را دوباره بررسی می‌کنید می‌بینید که آن جمله هیچ وقت وجود نداشته. این پدیده عجیب به اثر ماندلا معروف است. اثر ماندلا زمانی رخ می‌دهد که گروهی از افراد یک خاطره را به شکلی مشابه و اشتباه به یاد می‌آورند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ آیا حافظه ما به این راحتی می‌تواند فریب بخورد؟ بیایید این موضوع را بررسی کنیم. نشفهم منشأ اثر ماندلا. این اصطلاح برای اولین بار توسط فیونا بروم، محقق پدیده‌های ماورایی، در سال 1388 2009 میلادی مطرح شد. او متوجه شد که خودش و خیلی از دیگران به اشتباه فکر می‌کردند که نلسون ماندلا، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی، در دهه 1360 1980 میلادی در زندان فوت کرده است، در حالی که او در واقع در سال 1392 2013 میلادی درگذشت. این اشتباه جمعی باعث شد که پدیده‌ای به نام اثر ماندلا شناخته شود. اما نکته جالب این است که اثر ماندلا تنها به این اشتباه محدود نمی شود، بلکه نمونه‌های زیادی از این پدیده در دنیای واقعی وجود دارد که نشان می‌دهد ذهن ما گاهی چیزهایی را به یاد می‌آورد که اصلاً اتفاق نیفتادند. ماندلا. برای درک بهتر این پدیده بیایید چند مثال رایج از اثر ماندلا را بررسی کنیم. 1. دیالوگ معروف در فیلم‌ها. ممکن است شما هم فکر کنید که در فیلم جنگ ستارگان شخصیت دارس ویدر جمله معروف لوک من پدر تو هستم را گفته است. اما در واقع جمله درست این است نه، من پدر تو هستم. بسیاری از طرفداران این اشتباه را به اشتراک گذاشتند. 2. خاطرات اشتباهی از کودکی. شاید شما و دوستانتان خاطره‌ای مشترک از دوران کودکی داشته باشید که هر کدام نسخه متفاوتی از آن به یاد بیاورید. این نوع اشتباهات در حافظه ما نشان دهنده اثر ماندلا است. چرا اثر ماندلا اتفاق می‌افتد؟ دانشمندان هنوز به طور دقیق نمی‌دانند که چرا اثر ماندلا رخ می‌دهد، اما چند نظریه برای آن وجود دارد. 1. خطای حافظه جمعی. حافظه انسان همیشه دقیق نیست. گاهی ذهن ما برای پر کردن شکاف‌های اطلاعاتی یا ترکیب خاطرات مختلف چیزهایی را به یاد می‌آورد که اصلاً اتفاق نیفتادند. 2. تأثیرات اجتماعی. وقتی تعداد زیادی از افراد یک داستان اشتباه را با هم به اشتراک می‌گذارند، دیگران هم ممکن است آن را باور کنند. این تأثیر اجتماعی می‌تواند باعث شود که افراد یک رویداد را به شکلی مشابه اشتباه به یاد بیاورند. 3. تئوری‌های عجیب‌تر. برخی معتقدند که اثر ماندلا به دلیل وجود جهان‌های موازی است. یعنی شاید ما خاطراتی از دنیای دیگری داریم که با دنیای فعلی ما تفاوت دارد. البته این نظریه بیشتر جنبه علمی تخیلی دارد و شواهد محکمی ندارد. اثر ماندلا در زندگی روزمره. اثر ماندلا ممکن است فقط به خاطرات فیلم‌ها و دیالوگ‌ها محدود نباشد. این پدیده می‌تواند روی درک ما از تاریخ، وقایع روزمره یا حتی خاطرات شخصی تأثیر بگذارد. شاید شما هم تجربه کرده باشید که خاطره ای از گذشته را با دوستانتان به اشتراک گذاشته اید و هر کدام برداشت متفاوتی از آن داشتید. چگونه با اثر ماندلا مواجه شویم؟ اگر روزی متوجه شدید که چیزی را اشتباه به خاطر می آورید و دیگران هم همان اشتباه را دارند، نگران نباشید. این بخشی از ویژگی‌های طبیعی ذهن انسان است. برای مقابله با اثر ماندلا می توانید تحقیق کنید، به منابع معتبر مراجعه کنید و حقایق را دوباره بررسی کنید.
ذهن خود را باز نگه دارید. همیشه ممکن است چیزهایی که با آنها اطمینان داریم اشتباه باشند. از این پدیده لذت ببرید. اثر ماندلا به ما یادآوری می‌کند که حافظه ما چقدر شکننده و گاهی غیر قابل اعتماد است. نتیجه گیری اثر ماندلا یک پدیده شگفت انگیز است که به ما یادآوری می‌کند حافظه ما همیشه هم دقیق و بی‌عیب نیست. این پدیده نه تنها ما را به فکر فرو می‌برد که چطور چیزها را به خاطر می‌آوریم، بلکه باعث می‌شود درباره ماهیت واقعیت و در کمان از جهان هم سوالاتی مطرح کنیم. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا تا به حال چیزی را اشتباه به خاطر آورده اید که دیگران هم همان اشتباه را داشته باشند؟ اگر تجربه ای از اثر ماندلا دارید، حتما با ما به اشتراک بگذارید.